اوژن زیبا و بوراک یوسفچویت خوشتیپ در آستانه جدایی. بیایم بریم با هم ببینیم چه خبره که این همه اخبار دارن راجبشون صحبت میکنن. آیا شایع است یا واقعا صحت داره؟ با سلبی17 همراه باشید. فاهریه و بوراک، اخبار جدیدی ازشون پیچیده که جالب نیست و ناراحت کننده است. این زوج خوشتیپ و خوشگلی که کلن زیادی توی چشم هستن، هم از بابت این که خب واقعا از نظر فیزیک و ظاهر به همدیگه میان، همین که همدیگه رو خیلی دوست دارن و یه علتش هم اینه که یه جورایی خواسته و نخواسته رابطهشون همیشه وسط اخبار سلبریتی هاست، گاهن به اشتباه، گاهن هم متاسفانه اخبار حقیقت داره. اتفاقی که جدیداً افتاده و داره دهن به دهن و رسانه به رسانه میچرخه رو میخوام براتون تعریف بکنم تا با هم ببینیم چقدرش میتونه درست باشه و چقدرش شایعه. آخرین باری که فاهریه اوژن و بوراک یوسفچویت دوتایی کنار هم جلوی دوربین ها درخشیدن مربوط به چند ماه پیش تو جشنواره جوی اووردز ریاض عربستان بود. این دوتا تو اون مراسم حسابی توجه ها رو جلب کردن و خب به همون اندازه هم حواشی داشتن مثل همیشه. خاطرتون هست که تو ویدیوی مربوط به جشنواره جوی اووردز عربستان که اتفاقا یکی از ویدیوهای محبوب چنلمون هم هست گفتم بوراک به خاطر انگلیسی خیلی بد و ضعیفش سوژه مردم رسانه ها شد و به خاطر اینکه فاهریه در کمال ادب خواست قضیه رو جمع جور بکنه و با اسپیکینگ خوب خودش یه جورایی شوهرش رو حمایت بکنه، در کمال تعجب گویا بوراک خیلی از این قضیه خوشش نیومده بود و یه جورایی بینشون سوء تفاهم پیش اومده بود و وسط مراسم یه بگو مگوی مختصری هم داشتن، طوری که از بوراک لبخانی کرده بودن که داشت به فاهریه میگفت تو کارهای من دخالت نکن. گرچه از نظر تیم سلبی17 یه جر و بحث ساده زن و شوهری بوده و طبق معمول رسانه ها و بعضی از کانال ها زیادی به قضیه آب بستن. ولی خب یه حقیقتی وجود داره، به این صورت که ما هرچی هم میخوایم نگاه مثبت و بی‌طرفانه به رابطه بوراک و فاهریه داشته باشیم، متاسفانه اخبار گمراه کننده و مشکوکی به صورت مداوم ازشون به گوش میرسه، خصوصا از زمانی که پای بوراک به پروژه های خارجی باز شد و سفرهای تکی اون به خارج از ترکیه از حد انتظار خیلی بیشتر شد. با توجه به این که بجز سفر ریاض، فاهریه اوژن تو هیچ کدوم از این سفرها و دعوتها همراه همسرش نیست، خواه نخواه کنجکاوی رسانه ها رو برانگیخته. علل خصوص که خود فاهریه یه بازیگر مستقل و موفق حساب میشه و چرا باید الان به مرحله رسیده باشه که زیر سایه موفقیت‌های بوراک زندگی بکنه و صرفاً یه زن خانه‌دار باشه؟ سوالی که پیش میاد اینه که آیا این تصمیم از طرف بوراک به فاهریه تحمیل شده که اون تو خونه بشینه و به نگهداری از بچه هاشون مشغول باشه تا بوراک بتونه اون بیرون مرزهای موفقیتش رو هی گسترده تر بکنه؟ Biraz yoğunluktan biraz çok vaktimiz olmuyor o yüzden. Nasılsınız, iyi misiniz? خب طبیعی هست که ما مخاطبا و هوادارا نمیتونیم جواب منصفانه به این سوال بدیم، ولی خبر جدیدی منتشر شده که تا حدود زیادی باعث شده مردم و رسانه ها رو شایعات قبلی صحه بذارن و بگن که گر نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، خصوصا که تقریبا یه ماه پیش تعدادی گزارش مشکوک به دست رسانه‌های ترکیه رسیده بود حاکی از این که بوراک به گواه دیده ها تو سفرهای خارجیش صمیمیتش با دختران غریبه‌ای که هوادارانش هستن از حد معمول خیلی بیشتر و نگران کننده تره. حالا این خبر جدید جنجالی چیه؟ بوراک طبق روال سالهای اخیرش باز هم به یه ایونت خارجی دعوت شده بود. مصادف با جشن نوروز تو کشور قزاقستان، بوراک یوسفچویت تو این مراسم حضور پیدا کرد که گویا محوریتش تقدیر از بوراک به خاطر بازی تو سریال کارا سودا یا همون عشق سیاه بود. به هر حال بوراک طبق معمول با استقبال بسیار پرشور طرفدارانش تو کشور قزاقستان روبرو شد. اما خبرنگاران و رسانه ها چشمشون چیزی فراتر از این استقبال رو تشخیص داد. Bunlar
anlar yaşanırken Burak Özçivit'in yanında Fahriye Evcen yoktu. Güzel oyuncunun Burak'ın hiçbir seyahatinde yanında bulunmaması kafalarda soru işareti bıraktı. داستان اینه که وقتی بوراک به عنوان مهمان ویژه به روی سن میره، نگاه تیزبین خبرنگارها تشخیص میده که حلقه ازدواج بوراک تو دستش نیست. البته میشه به راحتی اینجوری تعبیر کرد که صرفاً یه فراموشی ساده بوده و قصدی در کار نیست. ولی خب میدونین که قوانین تعهد برای بازیگران متأهل خصوصاً وقتی در کنار همسرانشون نیستن خیلی حساس‌تره. علاوه بر اون گزارش‌هایی شده حاکی از این که فاهریه این اواخر جر و بحث‌های زیادی با بوراک داشته به خاطر همین سفرهای خارجیش و اتفاقات و شایعاتی که پیچیده. حالا هم که بوراک تو مراسمی به این بزرگی در حالی که فاهریه کنارش نیست ترجیح داده حلقه ازدواجش رو دستش نکنه. به ادعای رسانه‌ها میتونه nişane خطرناکی از آغاز جدایی بین این زوج محبوب باشه. Almaty şehrinde düzenlenen etkinliğe katılan Burak Özçivit'in parmağında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı. ولی اخبار عجیبتر و جالبتر این که گویا این شایعات و مشکلات پیش اومده تو زندگی مشترک فاهریه و بوراک صرفاً جنبه تجاری و تبلیغاتی داره برای بالا نگه داشتن سطح توجه ها به بوراک و در نتیجه افزایش ریتینگ سریال هایی که بوراک درشون ایفای نقش میکنه و خب در ادامه درآمد بیشتری هم کسب میکنن. به عبارتی این شایعات میگن خود فاهریه رضایت به این داده که بوراک تو سفرهای خارجیش به صورت نمایشی رفتارهای صمیمی با هوادارانش داشته باشه تا همیشه بتونن تو صدر اخبار و جالب توجه باشن. از طرفی چند مورد از رسانه‌ها هم ادعای عجیبی کردن مبنی بر اینکه فاهریه کلا شخصیت دعوایی و جنگجو داره، نشون به اون نشونی که قبلا تو سریال هایی که بازی میکرده سر ست‌ها و پشت صحنه ها باعث اذیت همکارانش میشده، مثلا باهاشون جر و بحث زیادی داشته و یا یکی دو بار به تیم گریم و طراحی لباس توهین کلامی کرده. حتی کار به جایی رسیده که گویا الچین سانگو جایی گفته تو سریالی که فاهریه باشه من بازی نمی کنم. و خب استارهای خبری ترکیه این رو بهونه قرار دادن برای اینکه بگن بوراک بالاخره بعد از گذشت چند سال از دست خشونت‌های کلامی و حسادت‌های فاهریه به تنگ اومده و دلش رو زده. واسه همین کم کم میخواد با کارهایی مثل عدم استفاده از حلقه ازدواج خروجش از این زندگی مشترک رو اعلام بکنه. ولی به نظر شخص من این ادعای مضحکی هست، چرا که ما نمیتونیم انقدر راحت راجع به شخصیت آدم‌ها وقتی تو زندگیشون نیستیم نظر بدیم و اگر فاهریه حسادتی داشته نمیتونیم بگیم بوراک در ایجاد این حسادت بی تقصیر بوده. به هر حال مشخص است که کدوم اخبار نادرسته و کدومش صحت داره. البته ما امیدواریم که این زوج دوست داشتنی که خیلی هم به همدیگه میان به زندگی مشترک پر از عشقشون ادامه بدن و اینها چیزی جز شایعه نباشه. البته که نظر شما هم مهمه. به نظرتون کدوم دسته از اخبار عاقلانه تر به نظر میاد؟ حتما این زیر واسمون بنویسید. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.